این دروازه آهنی که مقابلتان می‌بینید از تونلی محافظت می‌کند که گفته می‌شود تا عمیق‌ترین لایه‌های زمین پایین می‌رود. بسیاری آن را دروازه جهنم می‌نامند، چون آنچه در زمان حفاریش رخ داد به قدری هولناک بود که حتی امروز هم شنیدنش بدن هر کسی را یخ می‌کند. سال 1971 در دل خاک شوروی سابق نزدیک سرزمین امروزی ترکمنستان گودالی عظیم پیدا شد. دهانه‌ای به پهنای 70 متر. اما نکته عجیب این بود هیچ توضیح علمی روشنی برای منشأ آن وجود نداشت. سالها گذشت تا در سال 1989 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هزاران پرونده محرمانه KGB فاش شد. در میان آن اسناد یکی بیش از همه نگاه ها را به خود جلب کرد. پرونده‌ای با عنوان پروژه دروازه جهنم. آنچه درونش نوشته شده بود عقل هر انسانی را متزلزل می کرد. پروژه‌ای که در 24 مه 1970 آغاز شد با هدف نفوذ به ژرف‌ترین نقاط زمین. دانشمندان شوروی می‌خواستند به اسرار درون سیاره ما دست یابند، همان جایی که شاید پاسخ پیدایش جهان نهفته باشد. در ابتدا یافته‌ها شگفت‌انگیز بودند، اما خیلی زود علم و افسانه در هم آمیختند و پروژه رنگی از راز و وحشت به خود گرفت. در حالی که آمریکا چشم به آسمان دوخته بود و موشک‌هایش را به فضا می‌فرستاد، شوروی به سوی اعماق زمین رفت، به درون تاریکی که زیر پای ما پنهان است. تا سال 1983 حفاری به بیش از 12,000 متر رسید. اما هرچه پایین تر رفتند اتفاقات غیر قابل توضیح تر شد. در سال 1984 متها در برابر سنگ‌هایی شکستند که گویی از جنس چیزی غیر زمینی بودند. کار برای مدتی متوقف شد، اما سرانجام در سال 1989 به عمق خارق‌العاده 12,262 متر رسیدند، جایی که گرما به 180 درجه سانتیگراد می رسید. به ظاهر پروژه در آن نقطه پایان یافت، اما طبق اسناد فاش شده KGB حقیقت چیز دیگری بود. چیزی که هیچ کس جرأت نکرد درباره‌اش سخن بگوید. مته ناگهان وارد فضای خالی شد. حفره‌ای عظیم، ناشناخته و پر از سکوت. دستگاه‌ها به شکل دیوانه‌واری شروع به چرخیدن کردند و وقتی بالا کشیده شدند نیمه ذوب بودند. از عمق چاه موجی از گرمای سوزان بالا می آمد و صدایی که هیچ انسانی پیش از آن نشنیده بود. مهندسان میکروفون‌های مخصوصی را که برای تحمل حرارت بالا ساخته شده بودند به درون چاه فرستادند. اما آنچه ضبط شد هیچ شباهتی به صدای سنگ و آتش نداشت، بلکه صدایی بود از هزاران فریاد، جیغ‌های انسانی، ناله‌هایی پر از درد و وحشت. گویی روح‌های بیشماری در اعماق زمین در حال عذاب بودند. I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. اما تا بیش از 1200 درجه سانتیگراد بالا رفت و دستگاه‌ها یکی پس از دیگری ذوب شدند. دانشمندان در ناباوری و سکوت تنها به هم نگاه می‌کردند. برخی زیر لب می‌گفتند این صدای جهنم است. دکتر دیمیتری آتساکوف، یکی از زمینشناسان پروژه، بعدها گفت
مته ناگهان سقوط کرد، گویی به فضای خالی فرو رفت. از اعماق فریادهایی آمد که هیچ توضیحی برایشان نداشتیم. گویی دروازه‌های جهنم در برابر چشمان ما گشوده شده بودند. آن صوت ضبط شده به سرعت پخش شد و هر کس آن را شنید با وحشت عقب کشید و از آن روز به بعد جهان این گودال را با تنها یک نام می‌شناسد: دروازه جهنم. اگر از این داستان خوشتان آمد، لایک، سابسکرایب و فعال کردن زنگوله را فراموش نکنید، چون هر هفته ما راز جدیدی را آشکار می‌کنیم که تا مغز استخوانتان را می‌لرزاند. تا دیدار بعدی با چشمی باز بخوابید.